خطاب برای این دو حرامزاده که از بالای منبر رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره طعن و مغرضانه و سخنان به اساس نسبت اپا و خواهر و نسبت قانونگذاری دولت عزیز ما شروع به گفتارهای بد و به غرضهای ما علمایی که از افغانستان صدا بالا کرده بودن اونها را ابله خواندین. خیلی جای افسوس است، خیلی جای گریه هست که از زبان یک جاهل ما میشنیدیم، از زبان یک عوام میشنیدیم، از زبان یک کسی که ظاهر از او باطن از او به سنت آراسته میشنیدیم. حداقل ظاهر تو به سنت آراسته است. کمی شرم میکردی، کمی حیا میکردی، کمی همون ملت غریب و مظلومی که در تاجیکستان به خاطر حجابشان گریه میکنه، حداقل تو گریه نکردی. همون زن بیچاره ای که اون زن و خواهری که بدون علم، بدون درس فتوا، بدون درس حدیث، نه سیر الصغیر خوانده، نه سیر الکبیر خوانده، نه جامع الصغیر خوانده، نه جامع الکبیر خوانده، نه مبسوط را خوانده، نه زیادات را خوانده، نه کیسانیات امام محمد را خوانده، نه هارونیات امام محمد را خوانده، نه جرجانیات امام محمد را خوانده، نه بخاری و مسلم را خوانده، نه ترمذی و سنن ابو داود را خوانده. هیچ کدام کتاب را تفسیر قرآن ترجمهش بلد است. او که به خاطر حجاب گریه میکنه، کم از برای خدا تو شرم بکو. و از تمام مسلمانان روی دنیا که صدای ما به گوش آنها میرسد طلب داریم که از ما دفاع کنند. ما به جز الله کسی را نداریم. به خادمان دین الله سبحانه و تعالی میرسانیم که از ما کسی دفاع نمی کند. حتی پدرانمون و برادران و شوهرانمون ما را به حجابی امر میکنند و در برابر طاغوتان خاموشم. اگر شما دین دارید و دعوای مسلمانی دارید از ما حمایت کنید. و در آخر برای علماهای تاجیکستان گفتنی دارم. آیا شما این عزتی که دارید در این دنیا، این آبروی دارید در این دنیا، آیا از حساب این دین الله نیست؟ آیا گوشهای شما این صداها را نمیشنود؟ چی جواب میدهید در پیش خدا؟ چی جواب میدهید؟ چرا خاموشید؟ چرا فقط صدای جای شما را دعوت کنند به گوشتان میرسد تا که شکمهای حرامتان را پر کنید؟ چرا برای دین الله دفاع نمی کنید؟ دیگر کس به جای شما دعوا دارند. آیا شرم نمی کنید؟ تمام علماهای دنیا خسته ایستادند، از خاموشی خود شرم نمی کنید؟ دین فروش های درباری. حداقل اگر دفاع نکردی از این صدای علما، یا طور مثال در مقابل این فرمان انسانهای ظالم فاسق لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، در مقابل فرمان از اونها طاعت نیست، اگر صدا بالا نکردی حداقل سکوت خو میکردی. درست است. همون یک سخنی را که از جمله دوستان ما در یک از مناظره های خود به امر یک از گروه های مخالف اهل سنت و الجماعت اونا درباره حجاب اشاره کردن، ما امور میخوایم برات بگویم، قصه میکنم، خودت برداشت بکن سخن من را. او گفت وقتی که درباره حجاب ما یک بحث و مناظره داشتیم، گفت ما خو عقیده داریم، در مقابل جان مقابلش را میگم، ما خو عقیده داریم که حجاب فرض است، امر پروردگار ماست. زنای خود را با حجاب روسری می اندازیم، برای مرد نامحرم نشان نمیتیم. وقتی که تو امی باور عقیده را نداری، برو خی زن و دختر خود لچ و برهنه بکن، بیا که ما به مزه خی سیج بکنیم. وقتی که امی باور نداری که حجاب فرض پروردگار باشه، خی تو چیکار میکنی؟ چرا زن و دختر خود را به حجاب کرده شهر بازار نمیکنی؟ چرا روی زن خود را در رسانه ها نشان نمیدی که مردم ببینه؟ از برای خود یک کمی حیا کردن، یک کمی شرم کردن از صحبت دیروز را یک کمی حداقل گوش بکو، شرم بکو.
این از زن چی فرق داره؟ امو در ایران میگه در کشورهای دیگر تغییر جنسیت میده، با امو ریش کلش دور مثال، با امو رقص و رقاصگیش میرفت تغییر جنسیت میده، یک مرد بیچاره را خانه‌دار میکرد. هیچ فرقی نداره به امروی او زنی که در پهلوی از او میرقصه. او زن فاحشه و بی حیا هم در پهلوی از او چک چک و کف میزنه و او هم رقص میکنه. خوش هستی که ما رئیس جمهور داریم، خوش هستی که ما اول الامر داریم. و یک سخنی که اشاره بکنم، من از آدرس حکومت امارت اسلامی افغانستان، البته نظر بزرگا شاید چیز دیگری بوده باشه، من از او آدرس صحبت نمیگم. من حیث یک فرد مسلمان، من حیث یک عالم، من حیث یک طالب العلم، من حیث یک اهل مدرسه، البته از آدرس دین حق دفاع خود را دارم، حق صدا بالا کردن خود را دارم. آزادی بیان هست. هر چیزی که ما از دین البته بیان میکنیم، از دین بیان میکنیم. مخالف دین حق داریم، حق شرعی ما هست. و ما که در تاجیکستان جهاد را اعلان کردیم به خاطر دفع چنین قانونی که مخالف قانون صریح قرآن بوده. شما بر بالای ما اعتراض کردین که حکومت طالبان طور مثال در افغانستان دختران را از مکتب باز داشته، از درس و تعلیم باز داشته. علم فرض است، درست است. لباس ملی شما چی است؟ اما لباس ملی که البته حکومت شما میخواد ترویج بکنه، روی باز بوده باشه، یخن باز بوده باشه، شانه ها باز بوده باشه، به امرای مردان نامحرم هر قسم رقاصگی میکنه، رقاصه پروری میکنه، فساد میکنه، هیچ کس کارش نداشته باشه. امیر لباس ملی شما هست و یا خیر؟ آیا امیر تو قبول داری؟ من حیث یک مسلمان، من حیث یک عالم نمیگم، من حیث یک مسلمان آیا تو قبول داری؟ و همچنین یک قانون دیگری که به نام دیسکوتیک است، اونجا را خو از ما کرده خوبتر شما بلد هستین. ما در مقابل از چرا صدا بالا نکردین؟ چرا در مقابل از ایستادگی نکردین؟ و در آخر برای ملت عزیز و شریف نجیب تاجیکستان میگم مطلبی که درد شما درد ماست. ملتی که گریه کردین ما هم گریه کردیم، ملتی که صدا بالا کردین به خاطر دفاع شما ما مسئولیت داریم، باز صدا بالا بکنیم. برادران و خواهرانی که صدای مرا میشنوند در تاجیکستان، در داخل خارج کشور افغانستان، در کشورهای دیگری آزرده نشوند، خسته نشوند. البته مسئولیت دینی ما بود برای از این که حد اقل ملتی که همو توجیهات بعضی از علمایی که البته گفتم من دوستشان دارم، حالم دوستشان دارم و دیروزم دوستشان داشتم به خاطر که سخن حق را دیروز میگفتن. البته این سخنی که امروز توجیه کردن چون این سخن را اگر از برادرم هم باشه قبول ندارم و محبت این سخن در دل ما جای نمیگیره. به امید موفقیت و سربلندی تان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.